بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. وقتتون بخیر. آیا انصاری چند تماس گرفتن شما بعد گفتید توی برنامه تماس بگیریم. آقای یه سوال داشتم خدمتتون. موسوی هستم از شوشتر. آقای موسوی از شوشتر. در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح شده هست بفرمایید. سوالات شرعی من پاسخ نمیدم. آیا انصاری حقیقتا من الان تو روشن کردم. الان یه بار یادم اومد که برنامه داریم توی شبکه شما رو گرفتن. بفرمایید. همون من سوالات شرعی پاسخ نمیدم. در برنامه پرسش و پاسخ اگر زنگ بزنید بفرمایید. شرعی نیست، سوال شرعی نیست. بفرمایید. خواستم ببینم میبخشید آقای موسوی، جونم، شما یعقوب حسین زاده نیستید؟ نه خودم گفتم جریانش چی بود که تماس گرفت، برادر خانمم بود. چند تماس گرفتم، دو جلسه پیش تماس گرفتم، اصلا خدمت جریان چی بود. خب باشه. کسی دیگه زنگ زده از موبایل شما. باشه بفرمایید. آره از خط من تماس گرفتم. استاد در مورد حدیثی که من حق با علی است و علی حق است می‌خواستم نظرتون رو بدونم. در این شکی نیست، حق با علی بوده و حق با علی هست. خب دلیل چی بوده کلا که مثلا میگن هر عقل من نمیدونم متوجه شد. من سوالم اینجوری مطرح کنم که دلیل این که میگن حق با علی همیشه بود و هر جا علی باشه حق هست، چه دلیلی داشت مثلا این صحبت در مورد از علی تنها بیاد؟ اینو میخوام بدونم. چشم. سوال دیگری هم دارید؟ فقط سلامتیتون. زنده باشید. خدا نگهدار. ببینید، یکی از فضائلی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه شیر خدا دارن این است که هیچ یک از صحابه نداره این فضیلت رو. هیچ یک از صحابه این فضیلت رو نداره. این فضیلت منحصر به فرد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. تنها شخصی است که با دستان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در خانه ایشان و زیر نظر ایشان بزرگ شده. ابو طالب آدم عائله داری بود، وضع مالیش خوب نبود. بنی هاشم جمع شدن، گفتن بریم یک کمی یعنی کمکی بهش بکنیم. گفتن خب باشه، بچه‌اشو میاریم خونمون بزرگ میکنیم. اون در اون موقع در بین قریش عادت بود که حتی فرزندانشون میفرستادن در مناطق دوردست، در کوهستان‌ها، در مناطق خوش آب و هوا تا در اونجا بزرگ بشن، در بادیه زبان عربی رو یاد بگیرن و فصاحت و بلاغت و شجاعت و اسب سواری و این مسائل. که تا رسول الله صلی الله علیه و سلم دوران خردسالیشون رو در بادیه بنی سعد در طائف گذراندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن و علی ابن ابی طالب رو از خانه پدرش آوردن و زیر دست رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ شد. اولین جوانی بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، در حالی که شیعه در کتب خودش تهمت زدن به سیدنا علی رضی الله عنه که ایشون شک داشت در نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. هم بارها نشون دادم این سند رو از کتاب خودشون. اما ایشون اولین جوانی بود که اعتقاد ما مسلمان ها این است که این چیزی که من دارم میگم اعتقاد مسلمان هاست. من به اعتقاد شیعه در مورد حضرت علی کار ندارم. در دامن رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ شد و وقتی که ایشون مبعوث شدن به رسالت اولین جوانی بود که به ایشون ایمان آورد و در بستر رسول الله صلی الله علیه و سلم خوابید. همه مشکلات و سختی هایی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دوران مکی دیدن متحمل شد. کسی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم همه اون امانت هایی که مردم در نزد ایشون گذاشته بود در نزد علی ابن ابی طالب گذاشتن و ایشون مسئول توزیع اینها بود. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم شجاعترین صحابه بود. در خندق ما میبینیم که عمرو بن عبدود وقتی که میاد مبارزه میطلبه، هیچ کس حاضر نمیشه باش به جنگ. علی ابن ابی طالب بلند میشه و شمشیر و عمامه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست خودشون عمامه خودشون رو به سرش میبندن و ایشون رو میفرستن که در اون جنگ این به اصطلاح پهلوان مشهور قریش رو به خاک و خون میکشه. در خیبر فضیلتی که برای سیدنا علی رضی الله عنه ما داریم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که فردا پرچم رو به دست کسی میدم که الله و رسولش رو دوست داره. الله و رسول رو همه صحابه دوست داشتن.
همه انسان ها، همه مسلمان ها دوست دارن الله و رسول رو، اما فضیلتی که برای سیدنا علی در اینجا ذکر میشه این است که الله و رسولش هم او رو دوست دارن. این تزکیه است از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. انت منی به منزلت هارون من موسی، رسول الله صلی الله علیه و سلم در قضیه غزوه تبوک ذکر میکنن، وقتی که سیدنا علی رو گذاشتن در مدینه به عنوان جانشین خودشون و ایشون ناراحت بودن که منو پیش زنان و کودکان میگذارن، رسول الله صلی الله علیه و سلم این جمله رو گفتن برای که خاطرخواهی ایشون رو بکنن. و اگر من بخوام که فضایل حضرت علی رو صحبت بکنم طول سال 24 ساعت همینطوری صحبت بکنم، 365 روز فضایل علی ابن ابی طالب تمام نمیشه. به خاطر همین ما اعتقاد ما اهل سنت این است که در جمل، در صفین، در نهروان، در مخالفت هایی که با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رخ داده حق با علی بوده. علی رضی الله تعالی عنه خلیفه برحق، ولی امر بوده، اطاعت از او واجب بوده و حق با علی بوده و این به معنی نیست که کسی که با علی مخالفت کرد باطل است. ببینید این برداشتتون رو تصحیح بکنید. الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات میگه که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروهی از مؤمنین با هم دیگه جنگیدن، این مؤمن است، الله سبحانه و تعالی میگه هر دو تاش مؤمن است، امکان داره دو گروه مؤمن با هم بجنگن، علی هم مؤمن است، معاویه هم مؤمن است. شاید برای بعضی از آخوندا حل این قضیه آسان نباشه، اما الله سبحانه و تعالی گفته هر دو تا اینا مؤمن هستن، اجتهاد کرد. یعنی معاویه هیچ وقت اون فضائلی رو که حضرت علی داشت انکار نمی کرد، چون علی الرغم اختلافاتی که داشتن، علی الرغم اختلافاتی که در بینشون وجود داشت، حق رو قبول می کردن، سخن حق رو می پذیرفتن. این معنی این است که حق با علی است.